Бурной молодость была отец твоя, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью. السلام علیکم. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز جماعت ما در روز خرسندی، در روز شادیانه یوبیله قیامک حاضر هستیم برای تبریک کردن از نام فرزندانشان، از نام ادیبایتی، از نام الهام، از نام اکرام پدر عزیز را در جشن 60 سالگیشان تبریک میگوییم. و البته برای پدر مادر چقدر تحفه کنیم کم است که تمام هستی خود را فدا کرده برای فرزندان مهنت کردن. امروز تحفه های زیاد داریم و نیز این اتومبیل را برای پدر عزیز تحفه میسازیم. با ما باشید. البته با شبکه شهنان امروز این سورپرایز را پیشکش شما میکنیم. رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان. السلام علیکم مردم عزیز، اهالیکیان و مهمانان از دور و نزدیک آمده، مهمانان خانواده قیومک. همه شمایان را به امروز جشن 60 سالگی یوبیله قیومک و امروز روز این خاندان خوش آمدن میگوییم. البته برای ما لازم هستند قیومک همراهی نادره خاله بملال باشیم. قرصک حاضر بی پول شدگی قرصک بخواد میزنیم برای ما تکلیف میکنیم. مرحبا قیومک نادره خاله شمایان را به نظمان تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. نام تیسیان خدام ماست میشتسن. قیومک زاد روز مبارک، روز تولد را، میلاد عمر را، امروز این لحظه های خرسندی که همه امشب مهمانان برای تبریک کردن شما آمدند. زاد روز مبارک، روز تولد را از نام فرزندان عزیزتان، از نام ادیبایتی، از نام الهام، از نام اکرام شمایان را تبریک میگویم. گفتم از نام ما سخنهای تبریکاتی را برای پدرم، برای مادرم رسانید. این دنیا ما که بعد از بابایی رسیدیم، البته ما آیله‌دار شدیم، صاحب فرزند شدیم، بعد فهمیدیم پدر کیستند، مادر کیستند. این دنیا هم خیلی گردشی دنیا بوده است. البته پدر مادر ما از هیچ کس کم نکرده، شب و روز مهنت میکردند و مهنتی حلال کردی برای خودشان نه، برای ما فرزندان همه آن چیزهای بی‌بهاترین را برای ما تحفه میساختند. ما حاضی فهمیدیم که دشواری زندگی در چی بوده است. میخواستم شخصا از نام ادیبایتی برایتان برسانیم. ما که در مسافرت میگردیم میخواهیم یاد میکنیم دعای پدر را، چهره زیبای مادر را. در آن وقت میخواستیم به آغوش مادر شینیم، دعای نیک پدر را گیریم و از آن دعاهایشان ما سرسبز کردیم. و البته در سری ما برای بودنشان شکرانه میگوییم. هر صبح سحر دوست میداریم و میخواستم آغوش کنم پدرم را، آغوش کنم مادرم را، از آن چشمان نازنین مادرم سفر کنم به کودکی هایم، دورای به غمی به دردی جوانیم، به غمی زندگی من بود. و البته پدرم که همیشه از پس تشویش و زندگی بودن، فقط مهنتی حلال کرده ما فرزندان را با مهنتی حلالشان با وی رساندند. و هزار رحمت و عذر میپرسیم که ما جوانیشان را دزدیدیم، صحت سلامتیشان را دزدیدیم و برای ما فرزندان فقط جان فداکارانه مهنت کردند. امروز باشد نوبت ما آمد. از امروز میخواستیم پدرم در سر ما سایبان باشند و همیشه صحت سلامت دعاگوی ما شده گردند و هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینند.
و چقدر که مهنت باشد من ما فرزندان تیار هستم میگویند الهام جان، اکرام و البته علی بایتی. برایتان میگویم قیمومک در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتت بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. در تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. حاضر فرزندان هزار رحمت میگویم برای جوانی و کودکی زیبا، برای آن که همه شرط و شرایط ها را، همه هستی زندگی را برای آنها فدا کرده. نادر خلا امروز این بیرام را برای خاندانتان مبارکباد میگویم. خدا کند همراهی قیمومک عمری بردوام در همین دوام عمر حاجیانا و حاجی بابا شده در این کاشانه زیبا البته حج آشیفا شدنش نصیب کنند میگویم. روز خرسندی را مبارکباد. دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پور شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. البته پدر مادر که هست فرزندان در دل غم و غبار و غصه ندارند. پدر مادر هست فرزندان در روی دنیا از همه فرزندهای بای حساب می‌یابند. امروز باشد برای شما تحفه های زیاد داریم. میخواستیم در زیر گواهی مهمانان برای تمام انسان ها برای باطناً ایمان ما رو برای مستحکم کردن، کتابی که در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین است که با نام کتاب قرآن است، پرسک میزنیم تحفه میسازیم. مبارک باشد. اگر ساحل اگر دریا اگر چون گوهر کمیاب، اگر باران اگر طوفان اگر سر به سر مبارک باشد. زندروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگویم. عقد نکاح بستگیاتان با 40 سال شده، 40 سالگی عقد نکاح مبارک باشد. امروز که روز خرسندی است، فقط راستش میگویم در زیر گواهی مهمانان همین بهار شد فقط گلدسته لاله‌زار تحفه میسازند یا 8 مارچ و نگاه نکرده زاد روز هر روز گلدسته تحفه میسازند. قیمومک سیرس هم با گفتم بعد میگویم جا پس البته همیشه هم خیلی خوش شخصیتی زیباییش مایان را تحت سازد. امروز از نام شخصم پدر عزیز خاندان، از نام قیمومک، از نام 3 فرزند عزیزتان گلدسته زیبا تیار کردیم. البته برایتان میسپاریم. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. از نام دخترک نازنینتان عجیبایتی البته گوشوارهای طلا برای مادر عزیزشان، از نام فرزندان عزیز، از نام الهام جان، اکرام جان برای مادر مهربان. مبارک باشد. دردی کند جانم فقط مادر می سوزد، به شمعی قلب سوزاند فقط مادر می سوزد. مسافر گردی بود تنها در این دنیای پر غبغب، حبیبی دل پریشانه فقط مادر می سوزد.
باشد. زادروز مبارک. روزی تولد رو مبارک باد میگویم. نیز از نام منیره خاله، از نام خواهرک عزیزتان شما را تبریک میگویم. زادروز مبارک. منیره خاله شما در همه خاندان سر و بر و دعاگوی اما جون عزیزی خاندان هستید. مبارک باشد. البته در همین لحظه ها از نام جیان هایتان برای هستیتان شکرانه گفته. اما جون عزیز در اینجا گلدسته زیبا داریم برای مدیر خاله. حتی خرسک میزنیم برای اما جون عزیز. مبارک باشد. زادروز مبارک. دادیر خاله امروز خاندانتان با بایرام روز خورسندی. اگر همین مابین زنها با بوسیدن پلات نکنیم اگر صاحب توی تگی پول میمانده روز خورسندی مبارک. همه آرزو میکنند این خیلی روزی شادیانه رو دیدن را. البته من همسایه ها اومدم برای تبریک کردن. مرحمت قبول کنید. مبارک باشد. البته نادره خانم شما فقط راستش رو به گفتگی زنی خاندان هستید. وقتی که 40 سال پیش توی بود روزی خورسندی بود در همون لحظه ها مراسمی تارتبروی بود می نمی فقط کچینی میخوردیم. امروز برای شما شیرینی تیار کرده ایم. البته شیرینی ها را یک جای همراهی تنها قیمامک هر دویتان. البته حاضر یکتا مدیر خاله تبریک گویم. بعد از آن هر دیاتون یک جای شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم. بعد از آن امروز روزی خورسندی رو دوام میکنیم. مرحمت. سلام علیکم مهمونای عزیز. اولا با درگاه پدر مادرم و درگاه دادر عزیزم خوش آمدید. نوری دیدار خودسر. من در این درگاه که درایم جدایم شد می شوم چون که خیالم فقط پدر مادر آیتین در اینجا گشتگی بر این می شوم. الهی روحشون شاد باشد، آخرتشون آباد باشد. الهی اما تو خوش آمدید نوری دیدار تاجی سر. من دادر عزیزم قیم جان رو با 60 سالگی کلم رو با نادر کلم رو الهی مینو پوشه پیر شوم. خدا پوشه پیر شوم عمری دراز بینم سخ سلامت گردم. ادیبه هم الهی خدا تخت سفیدی از فرزندهای خوش میدید. طلبکارم اما تو خوش آمدید نوری دیدار تاجی سر. هزار رحمت. تشکر. من در اینجا استاد عزیز صاحب از نام همسینفان خیلی هستن سخنی تبریکاتی بعد از آن باشد. البته جامعه ها رو میپوشانند. مرحمت. السلام علیکم. من پیغمبر عزیز من امروز روزی قیم جان و نادره یکی الهی منها چقدری که خدا عمر داده باشد عمری خوشبختانه الهی بینم. چی آرزوی نیتایی که دارن الهی هم نیتاشون برسن. حضوری من همین فرزندان دو پسر رو یک دختر حضوری فرزنداشون نبینن برای حضوری شدیم. فقط در خاندان قیوم همه آواز کودکا بسیار سر شود. همین تگی بچه ها با اونا و همینجا فقط توی خانه شود. خانه مراد خانه شود. همه تو مرد از رحمت. البته توفه ها از نام همسینفان. مرحمت. افشونه مبارک باشد.
جامعه مبارک. لحظه های زیبا و خاطرمان را از نام همسنفان مبارک باد میگویم مبارک باشد. Bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh, onam hojat qilaman, otam hojat qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzand qarzim sharafim, onam hojat qilaman, otam hojat qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hojat qilaman, otam hojat qilaman. Onam mening jannatim kalitisan, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisan, otam mening yelkamda qanotimsiz. Yelkan uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hojat qilaman, otam hojat qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hojat qilaman, otam hojat qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hojat qilaman, otam hojat qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Muborak bo'lsin. Zodro'z muborak. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Anaklon شیرینی را سال موبایلی دورا با نزدیکتر میبیاریم بچه ها. قیمامک نادر خلا هر دویتان یک جای شیرینی را میبریم. آن لحظه های زیبا جوانی را خاطر با آورده. البته امشب لحظه های را به تاریخ مهر میسازیم. مرحمت Кайфы, танцы без ограничения. Zodro'z muborak. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на того календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать
Счастье, радость и здоровье, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем... پدر عزیزی خاندان برای قبلگاه های خاندان باز یک سورپریز داریم. تحفه های ارزنده و زیبنده برای پدر مادر چقدر تحفه ها کنیم کم است؟ نادره خاله انا همون تحفه پیشش از آنی شما رولش از آنی قیمامه چی باشد؟ البته ورتلیات میشه برای تکلیف میکنیم. خرسک میزنیم مهمانو قیمامه شما را به نزد همون اتومبیل به نزد فرزندان همراهی نادره خاله دعوت میکنیم. مرحمت. Чтоб ты с нами всегда, будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное в семье, на дворе в Самарканде и в Москве, а для внуков деда более лучший день. С гордостью мудро им даем совет, в жизни сил немало, и поднимем мы бокал за твои года, за чтоб 100 лет вы жили с мамой, в жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокал за твои года, за чтоб ты с нами всегда. Будь всегда здоров, дядя без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. بعد از اینقدر بالاگیر کیفیت البته بعد از اینقدر خرسندی و شادی برید سخنهای شما را شنویم. نادره خاله مرحمت شما را به صحنه تکلیف میکنیم. البته همراهی امشب صاحب جشن قیمامه. مرحمت ادیبایتی شما بیان شما نزدیکتر میستید. الهام جان اکرام جان مرحمت کلید پاشا نبیره ها همه مولد قطار شده امروز صاحب جشن را پدر عزیزی خاندان را تبریک میگویم. نیتهای نیک و صمیمانه را میشنویم. مرحمت ادیبایتی شما میانشان با کلید پاشا همه ما یک جای استیم. البته مردان اهالی سال گپ و سخنگویی به شرم میدونن. البته مادران ما سخن میکنن. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به درگاه ما نوری دیده تاجیستان. من یکا کنم بگویم خیلی روزکا برسونم. احمد آمده گفتم بر از رحمت ادیبایتی مرحمت. و البته در اینجا نصیب خاله مرحمت شما را تکلیف کنیم. بعد از آن نوبت را به رقص و خرسندی و شادیانه میدهیم. مرحمت. مرحمت. زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما، نارسیده باده در جام میمانده ما. زن اگر ما را نمیبخشید عمری بر دوام، به تخلص به نسب به نام میمانده ما. السلام علیکم مهمانان عزیز، همدیاران گرامی. من از این فرصت پرقیمت استفاده برده خواهر عزیزم و پاچه‌ام را با یه روز خرسندی، با یه روز خوشروزی شخصا از نام عائله خودم، از نام تمام اهل و اولاد، از نام خواهر و دادرانم، جیانام، فرزندان، همه اینها را با روز خرسندی تبریک و مبارکباد می نمایم. و اینها اولا با صحت و سلامتی
عمری دراز ریسکی فراز بطلبم میخواهم که همیشه خونهاشون علم خیلی توی خونه مرادخونه شود کجام که دی خوشا پیر شود پیری بدولت شود حضوری حلاوتی بچه یکاشون بینن از پای نبی آمدگی هم مبارک شود همه وقت روزی نقد روزی خوشتندی به خدمت کنم خوش آمده هم یکاتون نوری دیده تاجی سر خوش آمده رحمت نیز در اینجا توفه ها هست از نام اهل اولاد و آیله مبارک باشد توفه ها را قبول کنید و با باشد نوبت را و رقص بازی میدهیم مهمانان عزیز در این خیلی لحظه های زیبا و شادیانه باید رقص ما خرسندی کنیم همه ما آرزو کنیم که فرزندان اصیل نصیب کند و به چنین درجه ها به چنین توفه های ارزنده و زیبنده نصیب کند مرحمت سرودهای شوق و رقصی برای شما عزیزان میرقصیم خرسندی میکنیم زادروز مبارک باشد میگویم مرحمت آن مسافران در مسافرت میگردند میخواهند هر یک در لحظه های زیبا تبریک گویند امروز باشد خدا خاله میخواهند امشب صاحب جشن را از نام خود تبریک گویند و تشکر خود را رسانند برای هوس برای مهربانی برای تربیت برای آن وقتهایی که جای آنا جان را نشان نداده مهر محبت آنگی و باباگی را برای نبیره هایشان رسانده ایستادند از مسافرت من تبریکاتی ماست مرحمت تبریک میکنم شب بدرویم حضور فرزندکوی بینم من فرزند من دستی امینا با گلبریم شکفته گشته هزاران رحمت همه دوتا کودک کشکتیم هزار رحمت لیم شب بدروی حضور فرزندکوتو نتینه نویرو و متوقعک شده دیر شده نویره آویروی دیده صاف سلامت کرده همه اکوتون به رحمت از نام همسنفان نادره خاله به صحنه تکلیف میکنیم زاهیدا و معلمه فریدایتی را تکلیف میکنیم مرحمت از نام همسنفان نادره خاله زاهیدا و فریدایتی را تکلیف میکنیم البته سخنهای تبریکاتی را میشنویم مرحمت عزیز خوش آمدن به این درگاه زیبا به این لحظه های تاریخی تو توانی دوستان را گم مکن دوستان مهربان را گم مکن در جهان بی دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کان کسان را گم مکن سلامی درود بی پایان بهر دوستان ارجمند همدیاران گرامی قدر مهمانان عزیز برادر عزیز قیوم جان و دوگانه مهربانم نادره بیگم شما را از نام همسنفان مبارکبادی گفته بر شمایان صحت سلامتی عمر بردوام زندگی پربرکت را تمنا دارم عمر بیش از 60 مبارک باد بعد از این قانونیش 70 باد خانه صد خانه آخر مباد خانه دلهایتان آباد باد زادروز مبارک هزار رحمت معلم عزیز تشکر میگویم البته هر یک سخنها اثباتش کردی همه امشب مهمانان را تمام مهمانان را به رقص تکلیف کنیم رقص و بازی خرسندی شادیانه کنیم خوش آمدن میگویم زادروز مبارک مرحمت نغز میکر سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت السلام خوش آمدت نغز میکر سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت در کجا شما دختر روزگار بیا کله آخ شیرین زبا انا بلن مدفات تاجیک چگه پروات در کجا
زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. آرزو کنید نیت‌های نیک و صمیمانه کنید که به هر آرزوهای شما خداوند کریم میرساند. لحظه های زیبا و خاطرمان را امروز من این بزم زیبا را آخر کردیم. حالا مهمانان ما آمده دوام داده ایستادن. قیمامک را البته قیمامک را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. نیت‌های نیک و صمیمانه را، تحفه های ارزنده و زیبنده را پیشکش کردیم. با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رحمت.